سلام. چند سالته؟ 14. رفیق پسر یا دختر داری با معرفت باشه بهت پول بده؟ بله. رفیقت قضیه چیز خب تا حالا پول درخواست کردی ازش؟ 100%. یه زنگ بزن به رفیقت، دختر پسر فرق نمیکنه، ازش پول درخواست کن. هر دختری بخواد با این دوست شه باید یه فصل کل کتابای تغییر جنسیت رو بخونه، بعد بفهمه این پسر یا دختر، بفهمه داره با دختر دوست میشه یا با پسر. نمیدونم واقعا تشخیص جنسیت این روزا سخت شد. خیلی نه دختر پسر حداقل برای این فرق نمیکنه، چون آره آفرین تو که داریم همون چیه تو مغزت دقیقاً پرملات قشنگ باش چقدر نظرتونه؟ 5-6 تومن. 10 تومن بهش میگم. ریدم برات میده؟ بله 100%. بنازم زنگ بزنم. آرش چه گوشی نوک؟ برام همین الان خبر رسید که خواننده این آهنگ یوبوست داشت با شنیدن صداش خوب شد. داشت 15 پرو مکس دارم، خفتم میکنم بیارم بیرون. هیچکی به خاطر 15 پرو مکس رو خفت نمیکنه. دلیلش آره انقدر خیته اوزا؟ خیلی اوضاع خیته. فکر نکن. سلام عروسک گوشی داداش. سلام داداش چطوری خوبی؟ آفت دورته بگیرم چطوری؟ چه عجب؟ قربون داشت یه جا لنگم ببینم میتونی برام 10 تومن بزنی؟ داره میده. چی شده؟ یه جا کارم لنگ شده به یکی باید پول بدم، میتونی؟ کجایی اگه نزدیکی بیام دنبال بریم دورم بزنیم با آبرو از کارتونت کنم. کسخل میگه یه جا گیرم نمیتونم بیاد با توی کسخل دور کنه. تو بخوای تا بری آبربان دور کنی یارو خفتت کرده جفتتونو. مرسی داداش اگه بتونی الان برام بزنی خیلی عالی میشه. در عوضش یه رو بهم میدی. دورت بگردم منم شما کارت بده لوکیشن هم بده دارم میام دنبالت. الان بعد میفرستم. شما کارتو داری که؟ باشه بزن سریع. قربونت خداحافظ. نمیدونم یا ذهن من کثیفه یا این جنده. بابا بنازم چه گفتنی داری برام؟ داداش چیکار کنیم دیگه؟ یه دونه رفیق هممون باید از اینا باید داشته باشیم. ولی هیچ رفیقی نباید یکی مثل تو داشته باشه. آره واقعا دمت گرم. یه لایک هم نشون میدی؟ قربون شما. همینو بچرخون بکن تو